تا حالا به این فکر کردی چطور ممکنه آدمی که هر روز از کنارش رد میشی بهت لبخند میزنه، برای همسایه‌هات دست تکون میده یا حتی با پلیس خوشوبش میکنه، در واقع یکی از تحت تعقیب ترین آدمای کشور باشه؟ ترسناک ترین قاتلای تاریخ معمولا اونایی نبودن که ظاهر ترسناکی داشتن. اتفاقا برعکس، بیشترشون اونقدر عادی بودن که هیچ کس حتی یک لحظه هم بهشون شک نمی‌کرد. امشب قراره با هم وارد پرونده‌هایی بشیم که بعضی از اونها هنوزم بعد از 10 سال هنوز حل نشدن. پرونده‌هایی که باعث شدن قوانین پلیس تغییر کنه، روش‌های جدید شناسایی مجرم‌ها به وجود بیاد و حتی الهام بخش معروف‌ترین فیلم‌های ترسناک دنیا بشن. اما هرچی جلوتر بریم داستانا عجیب‌تر میشن و نفر اول پرونده‌ای داره که اگه 30 سال پیش اتفاق میافتاد احتمالاً هیچ وقت حل نمیشد. پس اگه آماده‌ای چراغ‌ها رو خاموش کن و بریم سراغ اولین پرونده. جک قاتل، جک دریپر. لندن، سال 1888. شهر زیر مه غلیظ فرو رفته بود. شبها نور چراغ‌های گازی به سختی چند متر جلوتر رو روشن میکرد. کوچه‌های باریک و خیابون‌های سنگفرش شده بعد از غروب تقریباً خالی میشدن. اما یه محله بود که حتی نیمه شبا هم خواب نداشت. جایی که فقر، جرم و ناامیدی بخشی از زندگی روزمره مردم بود. همه چیز از یک صبح زود شروع شد. یه رهگذر با صحنه‌ای روبرو شد که خیلی زود تمام لندن رو تو شوک فرو برد. پلیس تصور میکرد با یه قتل معمولی روبروه، اما چند هفته بعد اتفاق دوباره تکرار شد و بعد دوباره. کم کم کاراگاه‌ها فهمیدن با یه قاتل زنجیره‌ای طرفن، کسی که قربانیانش رو از میان زنان آسیب پذیر محله انتخاب میکرد و هیچ سرنخ روشنی از خودش به جا نمیذاشت. اما چیزی که این پرونده رو جاودانه کرد فقط خود قتل ها نبود. چند هفته بعد روزنامه‌های لندن نامه‌ای دریافت کردند. فرستنده ادعا میکرد همون قاتله. نامه با جمله امضا شده بود که تا اون روز هیچ کس نشنیده بود: جک دریپر. از همون لحظه این نام روی جلد تمام روزنامه‌های انگلیس نشست. پلیس صدها نفر رو بازجویی کرد: پزشک، قصاب، ملوان، حتی اعضای خانواده‌های سلطنتی هم تو میون مظنونان قرار گرفتن. هر چند وقت یه بار رسانه‌ها با اطمینان اعلام می‌کردن که قاتل بالاخره شناسایی شد، اما هر بار مدرک کافی وجود نداشت. پرونده دوباره از صفر شروع می‌شد. بیش از 1 قرن گذشت، اما هنوز هیچ کس با قطعیت نمیدونه جک قاتل کی بود. شاید اون خیلی زود از دنیا رفت، شاید کشور رو ترک کرد، یا شاید تا آخر عمر هر روز اخبار مربوط به خودشو میخونده و هیچ کس حتی به اون شک نکرده و هویتش هیچ وقت فاش نشده. این پرونده فقط یک راز حل نشده نیست. این پرونده نقطه آغاز وسواس جهان نسبت به قاتلان سریالی بود. قاتل بعدی، مردی که همه به اون اعتماد میکردن. اگه امروز از کنار این مرد رد میشدی احتمالاً کوچکترین خطری هم احساس نمی‌کردی. خوش لباس بود، خوش صحبت، تحصیل کرده و اونقدر اعتماد به نفس داشت که خیلی‌ها فقط چند دقیقه بعد از آشنایی با اون احساس می‌کردن سال‌هاست میشناسنش. دقیقاً همین ویژگی اونا به یکی از خطرناکترین مجرمان قرن 20 تبدیل کرد. دهه 70 میلادی چندین زن جوان تو ایالت‌های مختلف آمریکا ناپدید شدن. اول پلیس تصور میکرد این فقط چند پرونده جدا از همه، اما هرچی زمان گذشت تعداد ناپدید شدنها، مفقود شدنها بیشتر شد. بچه مشترک عجیبی هم وجود داشت. چند شاهد گفته بودن کمی قبل از ناپدید شدن قربانیان مردی رو دیدن که دستشو گچ گرفته بوده. بعضیا میگفتن اون مرد از قربانیاش خواسته بود چند لحظه برای جابجا کردن وسایلش کمکش کنن. عده دیگه گفته بودن اون خودشو دانشجوی مأمور معرفی میکرد. همه این روایت ها یه چیز مشترک داشت: هیچ کس احساس خطر نکرده بود. اون اول به همه احساس امنیت و آرامش میداد و سپس کارو تموم میکرد.
همین موضوع کار پلیس سخت‌تر میکرد. چطور ممکن بود مردی که انقدر عادی به نظر میرسه پشت این پرونده ها باشه؟ روزها تبدیل به هفته ها شد، هفته ها به ماه ها و تعداد قربانیان همچنان بیشتر میشد. کم کم رسانه ها از مرد خوش‌چهره ناشناس حرف میزدن، مردی که به جای ایجاد ترس اعتماد ایجاد میکرد. اما چیزی که همه چیزو تغییر داد اشتباه خودش بود. یک شب پلیس به خاطر یک تخلف رانندگی ساده خودروی اونو متوقف کرد. در نگاه اول هیچ چیز غیر عادی دیده نمیشد، اما یکی از مامورا تصمیم گرفت داخل خودرو رو دقیق‌تر بررسی کنه. همین تصمیم کوچیک بعدها یکی از مهمترین لحظه‌های تاریخ جنایی امریکا تبدیل شد. تحقیقات گسترده‌تر آغاز شد. سرنخ‌ها یکی یکی کنار هم قرار گرفتن و بالاخره مردی که ماه‌ها پلیس رو سردرگم کرده بود هویتش فاش شد. تد باندی، نامی که بعدها در سراسر جهان شناخته شد. کارآگاهایی که با اون روبرو شده بودن بعدها یک جمله مشترک میگفتن: اگه ظاهرشو نمیدیدی و فقط پرونده رو میخوندی هرگز باور نمیکردی این دو متعلق به یه نفر باشه. اما عجیب ترین بخش داستان هنوز باقی مونده بود. در حالی که همه فکر میکردن دیگه ماجرا تموم شده، تد باندی موفق شد از بازداشت فرار کنه. نه یه بار بلکه 2 بار. فرار دوم بزرگترین فاجعه پلیس بود. اونا میدونستن حالا مردی که ماها دنبالش بودن دوباره آزاده و داره ول میچرخه. همین موضوع باعث شد جستجوی بی سابقه تو سراسر کشور آغاز شه. دستور آماده باش برای تمامی افسران پلیس تو سراسر ایالات متحده امریکا. سرانجام اون دوباره دستگیر شد و سالها بعد محکومیتش پایان این پرونده رو رقم زد. اما میراث واقعی این پرونده فقط دستگیری یک قاتل نبود. پرونده تد باندی نگاه مردم رو برای همیشه تغییر داد. تا قبل از اون خیلی‌ها تصور می‌کردن خطر همیشه چهره خشن و ترسناک داره، اما بعد از این پرونده دنیا فهمید گاهی خطرناکترین آدم‌ها همونایی هستن که راحت‌تر از همه به اونها اعتماد می‌کنن. قاتل سریالی بعدی مردی که بچه‌ها اونو دوست داشتن. اگه از بچه‌های شهر شیکاگو قدیم میپرسیدی دلقک محبوبتون کیه، احتمالاً بیشترشون فقط یه اسمو میگفتن: مردی شوخ‌طبع، خوش برخورد که آخر هفته‌ها لباس دلقک میپوشید و توی جشن تولد بچه‌ها برنامه اجرا میکرد، بادکنک حیوانات رو درست میکرد، نمایش اجرا میکرد و با خنده بچه‌ها رو سرگرم میکرد. برای خیلی از خانواده‌ها اون نماد یک همسایه نمونه بود. خونه بزرگ، شغل ثابت، فعالیت‌های اجتماعی و حتی ارتباط با سیاستمدارای محلی. اگه کسی اون روزا به مردم میگفت این مرد یکی از مخوفترین قاتلان سریالی امریکاست، احتمالاً همه بهش میخندیدن. اما دقیقاً همین اتفاق افتاد. همه چی از ناپدید شدن چند نوجوان شروع شد. تو نگاه اول هیچ ارتباط مشخصی بین پرونده‌ها دیده نمیشد. بعضیا از محل کار برنگشته بودن، بعضیا آخرین بار تو خیابون دیده شده بودن. انگار یک باره از روی کره زمین محو شده بودن. ماها گذشت، بعد سالها خانواده‌ها همچنان منتظر یک تماس یا خبر بودن، اما خبری نمی اومد. پلیس هم سرنخ محکمی نداشت تا اینکه یک اشتباه همه چیزو تغییر داد. یکی از نوجوانایی که ناپدید شده بود آخرین بار دیده شده بود که سوار خودروی همین مرد شده. کارآگاه‌ها تصمیم گرفتن خونه‌شو با دقت بیشتری بررسی کنن. اول چیزی پیدا نشد. همه چی عادی به نظر می‌رسید. خونه تمیز بود، حیاط مرتب بود. همسایه‌ها هم از او تعریف می‌کردن. اما یکی از مامورا گفت یه بار دیگه همه جا رو بگردیم. همون تصمیم ساده تاریخ جنایی امریکا رو عوض کرد. پلیس متوجه شد بعضی از بخش‌های خونه با نقشه اصلی ساختمون مطابقت ندارن. همین موضوع باعث شد بازرسی دقیق‌تری انجام شه و بعد راز سالها ناپدید شدن نوجوانا کم کم آشکار شد. تحقیقات نشون داد که جان وین گیسی مسئول قتل دست کم 33 نفر بوده. آماری که اونو به یکی از شناخته شده ترین قاتلان سریالی تاریخ امریکا تبدیل کرد. اما چیزی که حتی از تعداد قربانی‌ها هم بیشتر مردم رو شوکه کرد 2 زندگی کاملا متفاوت اون بود. روزها یک شهروند محترم
کسی که تو مراسم خیریه شرکت میکرد، برای بچه‌ها نمایش اجرا میکرد، به همسایه‌ها کمک میکرد و شبها پشت همون چهره خندون رازی پنهان بود که هیچ کس تصورشو نمیکرد. دقیقاً نمونه بارز دلقک ایت که فیلم ترسناک ازش ساخته بودن. بعد دستگیری خبرنگاری از یکی از همسایه‌هاش پرسید باور میکنید همچین اتفاقی افتاده؟ جوابش فقط یه جمله بود: نه، ما هر روز از کنارش رد میشدیم. شاید همین جمله ترسناکترین بخش این پرونده باشه. اینکه گاهی خطر پشت یک ماسک ترسناک پنهان نمیشه، گاهی پشت یک لبخند پنهان میشه. قاتل شماره بعدی، مردی که راز هولناکش پشت در یک آپارتمان پنهان بود. بعضی پرونده ها با یه اشتباه کوچیک شروع میشن، اما این یکی با فرار یک نفر نجات پیدا کرد. تابستون سال 1991 یک شب معمولی تو شهر میلواکی، دو مأمور پلیس در حال گشت‌زنی بودن که ناگهان مردی رو که وحشت به سمتشون میدوید دیدن. نفسش به شماره افتاده بود، به سختی حرف میزد و فقط یک جمله رو مدام تکرار میکرد: خواهش میکنم نذارید منو برگردونه. چند ثانیه بعد مرد دیگه‌ای آروم و کاملا خونسرد از راه رسید. لباس مرتب پوشیده بود و کاملا خونسرد و آروم صحبت میکرد. با لبخند به پلیس برگشت گفت: نگران نباشید، دوستمه، فقط بینمون سوء تفاهم پیش اومده. اگه جای اون دو مأمور بودی حرف کدومشون رو باور میکردی؟ مردی که آشفته از ترس به خودش میلرزه یا مردی مؤدب و کاملا ریلکس که به آرومی میگه نگران نباشید، این فقط دوست منه؟ خوشبختانه یکی از مامورا احساس کرد یه چیزی سر جای خودش نیست. اون تصمیم گرفت همراه اون مرد آروم تا آپارتمانش بره و یه جورایی تعقیبشون کنه. تصمیمی که شاید جون افراد زیادی رو نجات داد. در رو که باز کرد همه چیز تو نگاه اول عادی بود. یا آپارتمان معمولی، وسایل معمولی، تلویزیونی که روشن بود و اما چند دقیقه بعد یکی از ماموران کشوی کنار تخت رو باز کرد. داخل اون چندین عکس پیدا شد. همون لحظه نگاهش تغییر کرد. این دیگه یه بازرسی عادی نبود. پلیس فوراً درخواست نیروهای کمکی کرد. تحقیقات نشون داد مردی که روبروشون ایستاده جفری دامره، فردی که سالها در سکوت زندگی کرده بود و مسئول قتل دست کم 17 نفر شناخته شد. اما چیزی که این پرونده رو به یکی از معروف‌ترین پرونده‌های تاریخ تبدیل کرد تعداد قربانیان نبود، بلکه زندگی دوگانه دامر بود. همسایه‌ها بعدها گفتن او رو مردی آروم و خجالتی و منزوی میشناختند، کسی که به ندرت دردسر برای کسی ایجاد میکرد. حتی بعضیا او رو مؤدب توصیف میکردن. هیچکس تصور نمیکرد پشت در همون آپارتمان ساده یکی از تاریک‌ترین رازهای شهر پنهان شده باشه. بعد دستگیری روانشناسا سالها تلاش کردن بفهمن چه چیزی باعث شده بود اون بتونه این دو زندگی کاملا متفاوت و کنار هم ادامه بده. اما شاید عجیب ترین بخش ماجرا نحوه پایان اون باشه. اگه اون مرد جوون اون شب چند خیابون اون طرف در نمیدوید، اگه اون دو مأمور فقط چند دقیقه زودتر از اون محل عبور کرده بودن، یا اگه تصمیم میگرفتن حرف مرد آروم رو بدون بررسی باور کنن، شاید حقیقت مدت بسیار بیشتری پنهون میمون. گاهی بزرگترین پرونده‌های تاریخ نباید عملیات پیچیده، بلکه باید تصمیم ساده حل میشن. قاتل سریالی بعدی، مردی که شهر رو از خواب محروم کرد. بعضی قاتلا تو سکوت کارشون رو انجام میدن، اما این مرد میخواست همه از حضورش بترسن. سال 1984 لس آنجلس، خورشید غروب میکرد اما ترس تازه شروع میشد. مردم شبا پنجره ها رو قفل میکردن، چراغای حیاط تا صبح روشن میمون و کوچکترین صدای بیرون کافی بود تا همه از خواب بپرن. رسانه‌ها یه اسم براش انتخاب کردن: شبگرد. پلیس نمیدونست با یه نفر طرفه یا چند نفر. الگوی مشخصی وجود نداشت. محل وقوع جرم‌ها فرق میکرد، سن قربانی‌ها فرق میکرد، حتی روش انتخاب قربانی هم قابل پیشبینی نبود. همین موضوع باعث شده بود پیدا کردنش تقریبا غیر ممکن به نظر برسه. هر روز تیتر اول روزنامه‌ها فقط یه سوال بود: شبگرد بعدی کجا ظاهر میشه؟ ماه‌ها گذشت و شهر
کم کم زندگی عادی خودش رو از دست داد. فروشگاه قفل‌های امنیتی بیشتری فروختن. همسایه‌ها برای اولین بار گروه‌های نگهبانی شبونه تشکیل میدادن. پلیس هزاران سرنخ رو بررسی کرد، اما هیچ کدوم کافی نبود تا اینکه یک اشتباه ساده همه چیز رو تغییر داد. قاتل خودرویی رو رها کرده بود. یک سرنخ کوچیک از همون خودرو پلیس رو به نامی رسوند که مدت‌ها دنبالش بود، ریچارد رامیرز. اما دستگیری اون از خود تحقیقات هم عجیب‌تر بود. عکسش تو تمام رسانه‌ها منتشر شد. چند روز بعد یه مرد وارد محله‌ای شد. چند نفر اون شناختن. اول یکی فریاد زد، بعد چند نفر دیگه. در عرض چند دقیقه 10 نفر دنبالش دویدن. قبل اینکه پلیس برسه مردم شهر اونو محاصره کرده بودن. انگار بعد از ماه‌ها ترس، تمام اون وحشت یک باره تبدیل به خشم شده بود. شاید کمتر پرونده‌ای تو تاریخ وجود داشته باشه که پایینشو مردم عادی با دست به دست هم دادن رقم زده باشن. مورد بعدی، مردی که هتلش یک راز بزرگ پنهون کرده بود. نمای بیرونی ساختمون کاملا معمولی بود. یک هتل شیک با اتاق‌های تمیز، راهروهای مرتب، کارمندانی مؤدب. مسافران می اومدن و چند شب میموندن و بعد بعضیا دیگه هرگز دیده نمی شدن. نام صاحب هتل H.H. هوملز بود. سال 1893 همزمان با برگزاری نمایشگاه بزرگ شیکاگو هزاران نفر از سراسر امریکا وارد شهر شدند. هتل هوملز همیشه پر بود. هیچ کس نمیدونست پشت دیوارهای اون ساختمون چه رازهایی پنهون شده. سالها بعد وقتی پلیس ساختمون رو بازرسی کرد تازه فهمید چرا نقشه این هتل انقدر عجیب بوده. راهروهایی که به بنبست میرسیدن، درایی که به هیچ اتاقی باز نمیشدن، اتاقایی که انگار فقط برای گم کردن مسیرها شناخته شده بودن. همه چیز طوری طراحی شده بود که هیچ کس نتونه به راحتی مسیر ساختمون رو پیدا کنه. همین موضوع باعث شد روزنامه‌ها لقب عجیبی به اون بدن، قلعه مرگ. در مدت کوتاهی شایعات مختلفی درباره تعداد قربانیان منتشر شد. بعضی روزنامه‌های اون زمان اعداد بسیار بزرگی رو مطرح کرده بودن، اما مورخان امروز معتقدن فقط بخشی از اون ادعاها با شواهد تاریخی سازگاره. با این حال یک چیز قطعی بود. پلیس با پرونده‌ای روبرو شده بود که سالها ذهن مردم رو درگیر کرد. نه فقط به خاطر خود جنایت‌ها، بلکه به خاطر معماری عجیب ساختمونی که تبدیل به یکی از معروف‌ترین مکان‌های جنایی تاریخ امریکا شد. هنوزم بیش از 100 سال اسم H.H. هوملز برای خیلی‌ها یادآور این سواله: چند راز واقعاً داخل اون ساختمون دفن شده بود؟ مورد بعدی، مردی که 30 سال پلیس رو به مسخره کردن گرفت. اگه از همسایه‌هاش میپرسیدی این مرد چجور آدمیه، احتمالاً این جوابو میشنیدی: خیلی مؤدبه، همیشه به همه سلام میکنه، آدم مسئولیت پذیریه. هیچ کس فکرشو نمیکرد همین مرد سالها یکی از بزرگترین پرونده‌های حل نشده امریکا باشه. اسمش دنیس ریدر بود، اما خودش لقب دیگه ای دوست داشت: BTK، لقبی که از 3 کلمه گرفته شده بود و سالها باعث وحشت یه ملت شد. اما چیزی که اونو بیشتر از قاتلان سریالی جدا میکرد نیاز عجیبش به دیده شدن بود. هر چند وقت یه بار حوصله‌اش سر میرفت و یه نامه واسه پلیس یا روزنامه ها میفرستاد. گاهی اونا رو به چالش میکشید، گاهی مسخرهشون میکرد و گاهی میخواست مطمئن شن همه هنوز دربارش حرف میزنن. بعد ناگهان سکوت. سالها هیچ خبری از اون نبود. پرونده کم کم خاک میخورد. کارآگاه‌ها بازنشسته شدن. مردم فکر کردن قاتل یا مرده یا برای همیشه ناپدید شده. اما بعد از نزدیک به 30 سال خودش دوباره برگشت. اون تصمیم گرفت یه دیسک کامپیوتری برای پلیس بفرسته. قبل فرستادنش یه سوال پرسید از طریق ایمیل: اگه این دیسک رو واسهتون بفرستم میتونید پیدا کنید؟ پلیس عمدن از روی قصد جواب داد: نه، نمیتونیم. اما این یک دروغ حساب شده بود. وقتی دیسک با آزمایشگاه رسید، متخصصان اطلاعاتی رو از داخل فایل ها استخراج کردند که صاحب دیسک هرگز تصورشون نمیکرد. چند روز بعد
در خونه مردی زده شد که سالها هر یک شنبه به کلیسا میرفت. با همسایه‌ها خوشوبش میکرد. زندگی کاملا عادی داشت. وقتی مامورا اسمشو صدا زدن همه چیز تموم شد. تقریبا 30 سال فرار. با یه اشتباه دیجیتالی همه چیز فاش شد. نفر بعدی، مردی که پلیس سالها دنبال یک نفر اشتباه میگشت. بعضی پرونده‌ها به خاطر باهوش بودن قاتل حل نمیشن، بلکه به خاطر اینکه پلیس از همون روز اول دنبال جواب اشتباه میگرده. اتحاد جماهیر شوروی اوایل دهه 80 در چند شهر مختلف آدم‌ها یکی یکی ناپدید می‌شدن. اول کسی ارتباطی بین این پرونده‌ها ندید. بعد تعدادشون بیشتر شد و بعد ترس آروم آروم کل منطقه رو فرا گرفت. اما چیزی که این پرونده رو عجیب‌تر می‌کرد خود قاتل نبود، بلکه واکنش پلیس بود. اون زمان بعضی مقامات شوروی بر این باور بودن که قاتل سریالی پدیده‌ای مربوط به کشورهای غربیه و در نظام شوروی چنین چیزی نمیتونه وجود داشته باشه. همین طرز فکر باعث شد مدت‌ها کسی به این احتمال فکر نکنه که شاید همه این پرونده‌ها به یک نفر مربوط باشه. در نتیجه پرونده‌ها جدا از هم بررسی می‌شدن. زمان از دست میرفت و قاتل همچنان آزاد بود. ماه‌ها تبدیل به سال‌ها شد. هر بار که پلیس تصور میکرد به پاسخ نزدیک شده، سرنخ‌ها دوباره از بین میرفتن. حتی در مقطعی فرد دیگه‌ای به اشتباه به عنوان مظنون اصلی معرفی شد. این اشتباه تحقیقات رو بیش از حد پیچیده کرد تا اینکه یک کارآگاه تصمیم گرفت همه پرونده‌های قدیمی رو دوباره از ابتدا بررسی کنه، نه بر اساس حدس، بلکه فقط بر اساس شواهد. همین تصمیم مسیر پرونده‌ها رو به کل عوض کرد. کم کم همه تکه‌های پازل کنار هم قرار گرفتن. ردها به مردی رسید که زندگی بسیار معمولی داشت. کارمند بود. همسایه‌ها اونو یه فرد آروم و خوب می‌دونستن. هیچکس تصور نمی‌کرد اون سالها در مرکز یکی از بزرگترین تحقیقات جنایی شوروی قرار داشته باشه. اسمش آنری چیکاتیلو بود. پس از دستگیری مشخص شد اون مسئول 10 قتل بوده. پرونده‌ای که از نظر تعداد قربانیان یکی از بزرگترین پرونده‌های تاریخ شوروی به شمار میره. اما شاید مهمترین بخش این داستان خود قاتل نبود، بلکه اشتباهاتی بود که باعث شد سالها دستگیر نشه. بعد این پرونده شیوه بررسی قتل‌های زنجیره‌ای در شوروی به کل تغییر کرد. کارآگاه‌ها فهمیدن که گاهی خطرناکترین دشمن یک پرونده نه خود مجرم، بلکه پیش‌فرض‌های اشتباهه. مورد بعدی مردی که پلیس رو با نامه‌هاش بازی میداد. گاهی ترسناکترین قاتل‌ها اونایی نیستن که بیشترین قربانی‌ها رو گرفتن، بلکه اونایین که بعد تمام این سالها هنوز هیچ کس نمیدونه واقعاً چه کسی بودن. اواخر دهه 60 میلادی شمال کالیفرنیا همه چیز با چند حمله مرموز شروع شد. تو نگاه اول پلیس تصور میکرد با پرونده‌های جداگونه روبروه، اما چند هفته بعد اتفاقاتی افتاد که همه چیز رو تغییر داد. دفتر یکی از روزنامه‌های محلی پاکتی دریافت کرد. داخل پاکت نامه‌ای تایپ شده بود. نویسنده ادعا میکرد مسئول همون قتل‌هاست، اما عجیب‌ترین بخش نامه امضای اون بود. فقط یک کلمه: زودیاک. از همون روز تمام امریکا با این اسم آشنا شد. اما این فقط شروع بازی بود. قاتل هر چند وقت یه بار دوباره نامه میفرستاد. گاهی بخشی از اطلاعاتی رو مینوشت که فقط خود قاتل و پلیس از اون خبر داشتن. گاهی روزنامه ها رو تهدید میکرد که اگه نامش چاپ نشه دوباره قربانی میگیره، و گاهی فقط میخواست ثابت کنه که هنوز یه قدم از همه جلوتره. اما مشهورترین بخش ماجرا چند برگه عجیب بود. برگه‌هایی پر از نمادها، حروف و رمزهایی که هیچ کس نمیدونه اونا رو بخونه. به زودی ریاضیدانها، رمزنگارها، استادهای دانشگاه و حتی مردم عادی ساعتها وقتشون رو صرف شکستن این رمزها کردن. بعضی از اونها سالها بعد رمزگشایی شدن، بعضی دیگه هنوزم به طور کامل حل نشدن.
پلیس تو طول سالها صدها مظنون رو بررسی کرد، از معلم و مهندس گرفته تا سرباز کارمند. هر چند وقت یه بار رسانه‌ها با اطمینان اعلام می‌کردن این بار دیگه قاتل پیدا شده، اما هر بار مدرک کافی وجود نداشت. پرونده دوباره به بنبست میرسید. با گذشت دهه‌ها کارآگاه‌های پرونده یکی پس از دیگری بازنشسته می‌شدند. فناوری پیشرفت کرد، DNA وارد تحقیقات شد. کامپیوترها هزاران مدرک قدیمی رو دوباره بررسی کردند. اما یه سوال همچنان بی جواب موند. زودیاک واقعاً چه کسی بود؟ شاید سالها پیش از دنیا رفته باشه. شاید هر روز اخبار مربوط به خودش شاید تلویزیون نگاه میکنه و به ریش همه میخنده. کسی که هیچ وقت هویتش فاش نشد و شاید بارها از کنار پلیس رد شده بدون اینکه کسی حتی یک لحظه هم به اون شک کنه. شاید همین راز حل نشده باعث شده بعد از بیش از 50 سال هنوزم اسم زودیاک تو کتاب‌ها، مستندها و فیلم‌های جنایی زنده بمونه. مورد بعدی مردی که 40 سال پلیس شکست داد. بعضی پرونده‌ها هیچ وقت قرار نبود حل بشن. حداقل همه همین رو باور کرده بودن. اواسط دهه 70 میلادی تو کالیفرنیا پرونده‌های یکی پس از دیگری روی میز پلیس قرار می‌گرفتن. هیچ کس نمی‌دونست با چند پرونده روبروه. تو نگاه اول همه چیز بی ربط به نظر می رسید. شهرها متفاوت بودن، زمان وقوع جرم‌ها فرق می کرد و هیچ چهره‌ای وجود نداشت که پلیس بتونه روی اون تمرکز کنه. اما یه چیز ذهن کارآگاه‌ها رو رها نمی کرد. همه این اتفاقها انگار امضای یک نفر رو داشت. سالها گذشت، کارآگاه‌های جوان پیر شدن، بعضیا بازنشسته شدن، بعضی حتی قبل از حل شدن پرونده از دنیا رفتن. هر نسلی از پلیس پرونده رو به نسل بعدی تحویل میداد، مثل یک میراث ناتموم. کم کم همه پذیرفتن که شاید حقیقت برای همیشه دفن شده باشه، اما حقیقت گاهی فقط منتظر زمان مناسبه. سال 2018 یک تیم تحقیقاتی تصمیم گرفت دوباره پرونده رو باز کنه، نه با روش قدیمی بلکه با فناوری که هنگام وقوع اون جنایت‌ها اصلا وجود نداشتن. اونا سراغ DNA رفتن، اما نه به روشی که قبلا انجام میشد. این بار ردهای ژنتیکی رو با پایگاه‌های اطلاعاتی شجره‌نامه‌های خانوادگی مقایسه کردند. کاری که تا چند سال قبل بیشتر شبیه فیلم‌های علمی تخیلی بود. هفته‌ها طول کشید. بعد یکی از پژوهشگرا گفت فکر کنم پیداش کردیم. همه فکر میکردن قراره با یه فراری حرفه‌ای روبروشن. شاید اون مردیه که سالها تو کشور دیگه‌ای زندگی کرده. شاید یه نفر با هویت جعلیه، اما حقیقت خیلی عجیب تر بود. ردها به مردی رسید که سالها زندگی کاملا عادی داشت. اون هر روز تو همون خیابونای قدم میزد که پلیس بارها و بارها از اون عبور کرده بود. همسایه‌ها اونو مردی آروم و بی‌آزار میشناختن. بازنشسته شده بود، به باغچه‌اش میرسید، زندگی ساده‌ای داشت. هیچ کس حتی تصورش هم نمی‌کرد که یکی از بزرگترین پرونده‌های حل نشده امریکا پشت در همون خونه معمولی به پایان برسه. وقتی مامورا برای دستگیریش رفتن، هیچ تعقیب و گریزی اتفاق نیفتاد. هیچ صحنه سینمایی در کار نبود. فقط مردی سال خورده که سالها قبل ردش رو تاریخ گم کرده بود. اسم اون جوزف جیمز دیانجلو بود. مردی که دنیا او رو با لقب قاتل ایالت طلایی میشناختن. اما شاید مهمترین بخش این پرونده خود دستگیری نبود، بلکه درسی بود که به دنیا داد. اینکه گاهی زمان از یک قاتل سریعتر فرار میکنه، اما حقیقت نه. شاید سالها طول بکشه، دهه‌ها، اما اگه ردی باقی مونده باشه، علم بالاخره پاسخش رو پیدا میکنه. و شاید همین ترسناکترین حقیقت کل این ویدیو باشه. نه اینکه این قاتلای سریالی وجود داشتن، بلکه نکته قابل توجه اینجاست که همشون کاملا عادی به نظر میرسیدن. یکی دانشجو بود، یکی دلقک جشن تولد، یکی کارمند، یکی همسایه‌ای که هر روز به مردم سلام میکرد. شاید به همین دلیله که پرونده قاتلای سریالی هیچ وقت از ذهن مردم پاک نمیشن، چون این داستان‌ها
فقط درباره جنایت نیستن، درباره اینن که همیشه ظاهر آدم‌ها تمام حقیقت رو نشون نمیده. اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودی حتما کانال ما رو سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن و نظرتو حتما تو قسمت کامنت ها برامون بنویس. تا ویدیوهای بعدی بدرود.